آن چیزی که در اوکراین گذشت و انتخابات یک شخص جدید را با تمام معنا به سر قدرت آورد، بیانگر آن است که ملت‌های منطقه پس شوروی دارن بیدار میشن. ملت‌ها خسته شدن از یک رنگی در رهبریت، از سیاستمدارانی که جز وعده چیزی کار زیادی را انجام نمیدهند. و من فکر میکنم این پیامی که ملت اوکراین به همه داد معنیش این است که همونطوری که خود زلنسکی هم در یک جمله خلاصه کرد که همه چیز امکان دارد، معلوم میشد که ملت‌های منطقه سزاوار یک زندگی بهترند و تقدیرشان در دست خودشان، میتوانند از طریق صندوق رای همه چیز رو تغییر دهند. فقط برای این اراده داشتن در کار، خواهش داشتن در کار. و در کنار این باید که واقعا هم از پروشنکو برای این جوانمردیش باید ستایش کرد، چون نه هر رهبری کشورهای سابق شوروی آماده است که یک انتخابات دموکراتی رو برگزار کند و در آن غلبه هم نصیبش نگردد، مغلوب شود و رقیب خود را، رقیب نسبتا جوان و به تجربه خود را تبریک کند. من تصور نمیکنم که در تاجیکستان یا در دیگر کشورهای آسیای مرکزی چون یک حالت رخ بدهد که یک رئیس جمهور این فضا را با وجود بیارد که رقیبش پیروز شود و باز او را تبریک کند. در تاجیکستان ما رقیبان را یا زندانی میکنند یا میکشند یا مهاجر میکنند و این فرهنگی سیاسی است که در کشور ما متاسفانه، اما ملت اوکراین نشان داد که یک ملت واقعا پیشرفته است و این پیام به ملت تاجیک به دیگر ملت ها بود که تقدیر ملت را به دست خود بگیرند. و حالا اگر ملت اوکراین یک هنرمند رو آورد، مهم که این یک سیاستمداری غیر حرفه‌ای بود. ملت تاجیک از این گونه شخصیت ها ده ها و شاید صدها را داشته باشد که محض این نظام دیکتاتوری مانع رشد آنها گشته است. من مطمئنم اگر یک انتخابات آزاد در تاجیکستان شود، دیگر به سیاستمدارهای تقلیدی نوبت نخواهد رسید و حتما ملت یک شخص جدید و حتی امکان دارد که یک خانم را هم انتخاب کند و ما این شانس تاریخی را ملت از دست داد وقتی که بار اول میتوانست یک خانم پرزیدنت تاجیکستان شود که این حال با نظر و پیشنهاد شده بود، ولی ما از این فرصت استفاده نکردیم و حالا میتوانیم در آینده این کمبودی اصلاح شود.